Cranium. Cranium. تقسیمش میکنیم چند قسم؟ پردون Pars cerebralis, pars facialis. Pars cerebralis, мозговая часть, да? Или мозговая отделение. И Pars facialis. Pars facialis. Лицевая часть. Или да? Бопавтов. Pars cerebralis تقسیم شد به دو قسم. Basis. Calvário. یکی کلیشه. Basis. основа. Андра? Tamam? خب. Pars facialis تقسیم نمیشه. واسه پریود چشم. خب اونم با مثال اگر تعریف باشه. اینجا کلیشه کدومایی. کلیشه یعنی که основа میگیم همین. چه؟ کالواریو. андра? خب. اصلا اینو نمیگیم. بازیس میگیم основа این بازیس اکسترن هسته. اما این باشه چی؟ بازیس اینترن هسته. تو بازیس هم مودار. به دو قسم جدا میشه. تقسیم میشه نه؟ به دو قسم. اینترن. اکسترن. این چی؟ اکسترن. نروژنی. دیدن؟ تمام؟ انا کم پارس cerebralis'tir. Arkadan sonra o seçteki parmikos'tur. Ne der? Parmikos'tur. Temporalis. Paritalis. Tamam. Bir parmikos Occipitalis, frontalis, sphenoidalis, ethmoidalis. Ne biçim? Assosi череп şu, assos şöyle. То есть бегамустон череп полностью тип мешан мегенку и сфероидалис. Кринолиния кост. Ама теперь марказ هست که دیگه استخوان رو بخارج نمیکنه. فهمیدن؟ خب اون که سر میکنیم هم خمیری بودن. ان شاء الله که تسر میزنیم که در درس کرینولینیا کوست بعد چی؟ بیستشون کوستم بخار بگیریم. تمام؟ خب. باز چی؟ فرونتالیس. صفحه که ببینید. سه قسم تقسیم کردم میشه. فهمیدن؟ این سه قسم میبرده. تمام؟ То есть она имеет из трех частей, да? Первая чешуйчатая часть, вторая что? Глазничная, третья это что? Носовая часть. Понятно? Кисмати кулак. Косохонный чешуй, да? Кисмати бейники. Tamam? Uning yassi qismi. Tamam? Burun qismi, iç qismi. Понятно? Taqsim qilamiz. Дальше. Yakınmış gelmesinin de burayı çek. Squamous frontalis. Squamous frontalis это поверхность стороны. Кашол вода не есть. Это поверхность стороны. Наружный, внутренний. Наружный поверхность что? Это дунгевый круг малый асасан. Тубер фронталис аст. Яки туберкулин фронталис аст. Баъд чӣ мондага? این وقتی پریناتální периодда, перинатální تولد نشده. постнатální не перинатální периодда. یکی پیش از تولد شدن این детали. اما استخوان پیشونه детали. یعنی میشه به بعد واسه وقتی که یک جا میشه تو پیوست میشه. یک تا درز میمونه. این وقتی درز میمونه دیرم میگن ستورا میتوپیک. اما ستورا میتوپیک هست میتاپیش میشکل میگن. یعنی که درزی میتوپیکی میگن. اما یکی درزی پیشونوی. اما یکی چوک پیشونوی. خب انا نکنم این پویا میفرایتو بعد глабелла میشه. تو است نمیخواد رفتگی باید. این میشه глабелла پوینترش. دیدن؟ خب بعدتر باشه از پهلو باشد اینجا поверхность да то есть اما اینا میگیم چی فاسیس تمپورالیس چون فاسیس تمپورالیس میگیم چون که این طرف وجه اوس تمپورالیس است این می поверхность وجه هم به نزدیک منه جدا دست نمیگه چه قرچه معلومه اما و یک تا верхний восточный линии رفته گم خیلی
نگاه باید خوشتر معلوم کرده میشه. برای چی وقت ریسرچ میگی نمیگه؟ باز اگر می چه نمود از فهم موضوع باشه. من پیشونم میدونم دتا. پیشونم دتا پریود. این اوشتاز پیوست میشه نه که متاپیش نشون میمونه. تو ازش میمونه. خب چی می‌فهمم؟ فاصله تمپرالس نه. فاصله تمپرالس اینجا. این اینجا میگه تخت رفته. اوس پاریتال سده تخت بود. گفته بودم که دوباره تخت گاز دادم. هرام خط لینه تمپرالس سوپریور لینه تمپرالس اینفیریور. برایش لینه تمپرالس هست گفتیم. چون که اوجا ریسرچ نمایش سر میشه ده. ای بالوش خاصیت سر میشه دست پایینش خودش سر میشه دو رفته پروسس کارنیدیش اوزیس ماندی بولو پیوست میشه. فهمیدم؟ نوی پوسکا پوست برای مینیموم کرد. خب دالش. یک چیز فهمیدم. فاسیس تمپرالیس و این چی؟ لینه تمپرالیس سوپریور. خب در اون میشه که ایشش فهمون شد؟ نه. توبر فرونتالیس سوتورام توپیک گلابیلا ها؟ لینه تمپرالیس سوپریور ای فاسیس تمپرالیس. تمام. در اون میشه که میبینیم. ایدرون چی داره؟ ایدرون sulcus sinus sagittalis superior رفته گه. تمام؟ همون sulcus sinus sagittalis superior فراموده چیش نتام میشه؟ کریسا فرونتالیس نتام میشه. تمام؟ کریسا فرونتالیس پایینش باشد سیگنالای ادورس میگیم که خطی سربسته ایش سوراخی سربسته یا که سوراخی کور میگم بعضی جوره. تمام؟ سیگنال میگم که خیلی محکم فرامه سرکن. فهمیدن؟ جمعه با خودش توپی که محکمه دیگه هیچی نیسته. تمام؟ خب دالشش با چی دیده میشه؟ بوده سوال کن اگر سولکوس ارتریوس رو دیده میشه. اینکه سولکوس ارتریوس سربری انتریور میگیم اگر پر کرده گازه نمیشه. تمام؟ فهمیدن؟ خب دالش با چی میگیم؟ ایمپرسیو دیجیتالیس یا که ایمپرسیو سربرالیس یا که یوگل سربرالیس میگیم چون مزگوی داولینی یا که حسابی که سال انگشت با مامان نیزی انگشت با پاسری داولینی میگیم من ایمپرسیو دیجیتالیس خمیره مثال آوردم خودم خمیره گام خجقیم ایزاش میمونه گیرم اول ایزاش میمونه اما ایمپرسیو دیجیتالیس این پروسه داریم نمی‌دونم کردیم فهمیدن خب من نکنم چی شد چه تمام اون قدره فهمیدن سوال نیست تو فقط تیار نیست اما ما میگم رزولتات در پروگرام وقتی که شما میبروید دوست که جواب میدید پوسکا نتونید این روزش نتونید خام پگاش رو بگیرید ریتینگ میدارید که نمیتونید جواب بدن اینا چی میگم توی فلانی درس رو بگیم ایلاگی نه نه خمیشه ها چون من بنگاه روشنده اصلا این چیز گفت کلام نمیشه شوخی نیست آره تو دیگه ما اگه نمی‌مونه شده خب اینجاش فهمون شده ترس فهمون شده ترس اربیتالیس چیه میزنم ترس اربیتالیس چی داره این سوبر اربیتالیس ترس اربیتالیس نمیشه قسمت ها با تقسیم نمیشه ترس اربیتالیس چیه که نروژنی چیه میبینیم اول آموزش کارتوگیا میزنیم بعد внутренний поверхность шоссе بعد нижний поверхность шоссе تمام خب наружный چی می‌بینیم марго supraorbitalis تمام на глазничный край میگیم اگر روسیش کنیم آره марго supraorbitalis و incisura supraorbitalis inogда بعضی آدم‌ها foramen supraorbitalis میشه تمام یعنی بعضی آدم‌ها میگه بعضی آدم‌ها یک چشمش مثلا همون incisura supraorbitalis داره تمام همه incisura داره خب اسمع این نزدیکی کرای باشد که اگر بعضی آدم‌ها اینسیزور سوپراوربیتالیس هم خیلی تمام یک معنی خیلیش نه اینسیزور سوپراوربیتالیس دیدید اگر بعضی آدم‌ها همین محکمه اینا میشه چی فورامن سوپراوربیتالیس تمام اینسیزور باشد حالا شدگیش و فورامن باشد محکم فهمیدن
دالش با چی دارد؟ میگیم که مانگو سوپرا اربیتالیس طرف لاترالی رفته شاخشا میشه پروسس زیگوماتیکوس خیلی سوپرا اربیتالیس نگفتیم پروسس زیگوماتیکوس فهمیدن؟ فهمیدن؟ پروسس زیگوماتیکوس من اینجا جای پیوستی هم میشه اینجا اوس زیگوماتیکوس هست اوس زیگوماتیکوس پروسس فرونتالیس هست پروسس فرونتالیس هست رفته پروسس زیگوماتیکوس اوس فرونتالیس که پیوست میشن سینسمولوگ دم میخونه سوتورا فرونتو زیگوماتیکوم اصول میشه فهمیدن؟ تمام؟ از پای میبینیم که ماده چی نام میشه از پای میبینیم فاسیس سوپر فاسیس اربیتالیس نام میشه نه گلازیش پاورمس فهمیدن؟ خب دیگه چیز نمیشه دیگه یک خیام هست از دو سانتی لاترالی دو تام خیام کده ایجا یام کس نیزنای ژلیزه میگه که فوسا گلاندولا لاکریمالیس نه چکورچه غدودی عشق در نمیشه جویی وقتی که گیره میکنیم چی میکنیم که عشق میگه غدودش میگه که جو اساس چیزی حاصل میکردیش همینجا باید وصل لاکریمالیس بیالوگ سینکه هی یادم دسته غدود چیز که تگی سوالای وقتی که اصلا میام اون ما داره حاصل میکنم غدود میکنم خب داش انا لكم ونوتريني پاورفنس چه میدونین ونوتريني پاورفنس چی دارد ایمپرسیون دیجیتالیس یعنی که ایمپرسیون سربرالیس دارد تمام مزگلی دولینی ایلی پاسویدی دولینی دارد فهمیدن تمام این چیز دیگه قسمتش تمام شد سوز اپیرتورا هست اپرتورا و یک جای شد اپرتورا سی اربیتالیس است اپرتورا اربیتالیس ماگنوس است پیش ما یا کلمه نه ما نسبیش هست نسبیش هست از معلوم شد که من گلازیش هست مثلا یک طرف بفهمم فهمیدید انا که نسبیش هست چی باشه اپرتورا نیمه سلول ایتمودالیس است نه چاسی می سلول ایتمودالیس است نسبیش هست چی دارد نسبی باش میگه که نشی بینی تمام اسپینا نازالیس دارد و اینسیزور ایتمودالیس دارد تمام وقتی که من این خیلی میسته اینجاش با اوس ایتمودالیس میگیره ها ریشوش خیلی رسک میگه که جوی همونه چیزی همونه تمام من اینجاش با سلول ایتمودالیس واسه میگه اپرتور سلول ایتمودالیس میگم چه فکر میکنی تمام از این نشون میگم سوال داره فهمیدن واقعا تراکتوریس اینجا دوی مکانیکی نه این خودی میگم چی تمام نسبی چیز هست اساس نسبی چیز داخل میشه با توجیهش ترجمه کنیم درزی بین دو ابرو میشه دیگه هم ترجمه کنیم نه فرصت ایرو رسپاجینش میتونم بگم نه این اگه دستمال ترجمه میکنم تمام این فهمیدید یعنی انا اكون تيمينو